مرا گوگو میگه رجب مراد منقه صادق برو بسیار عذاب نده ما خدا چی کاری که میکنه هم مشغول شد. دوست مراد در خردسالی همراه برادر خود ترانه‌خوانی میکرد. چه کارهایی که پدرم انجام دادم گذاشتم آنها رو از نو برقرار کنم. از فرزندان تنها نوروز راهی پدر را انتخاب نمود. تو یک توی منی گل نمی آی ببالی نمی گیری خبر از من. میگویند که هنگام سفر در راه شنیدن موسیقی لذت دیگر دارد. ما هم در هوای ترانه‌های جذابی حافظ خلقی تاجیکستان دوست مراد علیف راه گرفتیم به ناحیه فیض‌آباد به دهه کپکرز تا نگفته‌های داستان زندگی این هنرمند را گفته باشیم. الهی دل به رحمت دهی گردی بتر از من. حالا هم خانه او پای برجاست با همان شکلی که در زمان زندگی او بود. در اینجا صحبتی داشتیم با برادر مرحوم رجب مراد که یاد کودکی کرد. بسیار بچه شوخ و پدرمون بسیار او رو دوست می داشت و او رو حضر کرده منقه صادق بای نام کرده بود. و مرا گوگو میگه رجب مراد منقه صادق بای رو بسیار عذاب نده ما خدا چی کاری که میکنه هم مشغول شد. که البته ما اسازی میکردیم در چوب از کرده بازی میکردیم. بعد در بالای هم دهمون خیرمن بود. در اون خیرمن یعنی با توپ بازی میکردیم. بجا شکن میگفتن یک بازی رو یعنی روز شبکن میگن هم خیلی بازی میکردیم و دو تاز میکردیم. البته درهای سرودخوانی ما البته در محیط اویله سرشید و البته پدرمون شخصی بسیار خیلی که بیان کردن قصه‌گوی بود و سرودهای خلقی رو یاد می‌داد. دوست مراد در خردسالی همراه برادر خود ترانه‌خوانی میکرد ولی رجب مراد در این میان راه دیگر را انتخاب نمود. وقتی که ما در خردی یک جای بسیاری وقت خدمت چی میکردیم یک جای برآمد میکردیم در کنسیتو و من البته در محیط خانگی خانه یعنی واسه بودم. پدر و مادر وقت در قید حیات بودن و بعدتر پدرمون از عالم گذشت و شادروان خیلی قید کردم در خانه فرهنگ یعنی ناحیه کار میکرد و من بعدتر با یعنی حکم تقدیر مرا دیرکتوری هم خانه فرهنگ تعیین کردم. البته کاری فرهنگ در ناحیه به شما معلوم است که چه سمت‌های بسیار دارد و مسئولیت بسیارتر است و من از ایجادیات یعنی کمتر دور ماندم و من فکر می‌کردم که خیلی از یک عائله یک نفر یعنی حافظی کند همین برای ما کفایه است. البته بعد خیلی همین طور من کمتر از محیط فرهنگ کمتر قبول میگویند که همین خانه از یک جهت یک خانه تاریخی نیز هست، چرا که در همان زمان چهره های سرشناس مملکت در همین جا آمدند و با استاد دوست مراد علی ترانه‌خوانی میکردند، غزل سرایی میکردند، شعر میسراییدند و تاریخ ساختن همین خانه نیز خیلی عجیب است. هنگامی که طرح همین خانه را بررسی میکردند، هنگامی که ته کرسی همین خانه را میساختند، از زیر همین زمین هنگامی کفتن زمین آب میبراید، یعنی چشمه میبراید و دوست مراد علیف نمیگذارد که همین چشمه را بپوشانند و همین چشمه تا حال جاری است. آب از داخل آن میبراید و تا حال طول همین سالهای طولانی آن خشک نشده است. حالا هم از این چشمه لب تشنگان آب می نوشند. حالا هم به این خانه مخلصان دوست مراد علیف می آیند. فرزندان به خاطر پدر نخواستند که طرح و شکل خانه را دیگر سازند. از همان دوره تا امروز مثل پیشتر باقی مانده است.
از فرزندان تنها نوروز راهی پدر را انتخاب نمود. هرچند او سیمای پدر را در یاد ندارد، اما از نقل و قصه های نزدیکان و مردم چهره او را، کار و پیکار او را جستجو می کند. البته وقتی که پدر بزرگوارم از این دنیا پدر گفتم، من خیلی خردسال بودم. چند سال داشتید؟ 1 ساله بودم. من از دهان عمک‌هایم، اکای رجامرود، اکای نرزیمرود، خاله‌هایم، تقاهایم و کسی که در گرد و اطراف پدرم جمع شده بودم، مثلا هر چهاربینی میشد در ناحیه فیض‌آباد، خیلی میرفتیم، گوش میکردم، میشنیدم که پدرم چگونه شخصیت بودن، چی کارهایی که در زنده بودنشان انجام دادن و چی کارهایی که انجام نداده موند. خیلی میفهمیدیم که همین گونه شخصیت بودم، همین گونه پدرم. البته اولین همین کاری من در زندگی همین است که مثلا من دوام دهنده کسب و کاری پدر باشم. چه کارهایی که پدرم انجام ندادم گذاشتم آنها رو از نو برقرار کنم. میگویند که استاد همینطور پدر ملیکه صابرова است. درست است؟ این طور دوم است که شودروان با این کار فعالیت ایجادی کرده است. طور یکمش در دست من است و اون طور حالا در خانه من است. این طور رو از پدر ملیکه صابرova شودروان یعنی خرید. بسیار طوری صدای زیبا داشت و با این مشق میکرد، هم وقت در معرکه ها برآمد میکرد. اکنون که سالهای زیاد شد این طور به تعمیر و یعنی کمتر از جور نمیشن، بسیار تعمیر طلب است. برای همین هم آوازش کمتر دیگر شده است. نه جماعه گفتن که همین طور خیلی که بود همه خیلی ایواز نکنیم، اونی بستد. ما به همین خاطر نخواستید که اینا ایواز نکنید. همین خیلی که در دست سیموشان یگون جوشا ایواز نکنید. این یادگاری پدر است. برای همین سبب، از همین سبب. تاریخ طور دیگرش چگونه بود؟ چگونه به شما تحفه کردن؟ تاریخ طور یکمش طور اوزری است و در وقتی یعنی مکتبی صنعت تمام کرد شودروان در معرکه یعنی چهاربینی می رفتیم، کنسرت می رفتیم. در بالای طور اعضای همون انسامبل ما نافهمیده شیش یعنی طور شکست و طور رو برده تعمیر کردیم. دسته طور کمی کج شد، برای همین صداش کمتر دیگر شد. بعد برای همین هم که رجم رو این طوری تو گفته با من دور حالا در دست من ناخوشتم. کم کم می نوازید به همون طور؟ مثلا می نوازم، ایجاد می کنم. این موضوعی که ما قرار داریم در بالای دهه کپکرز قرار دارد و اینجا یکی از موضوعهای دوست داشته حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علی بود که هرگاه از کار، از سفر، از خدمت برمیگشت، از مثلا معرکه ها برمیگشت به همین بلندی می اومد و در اینجا استراحت میکرد و دهه را تماشا می‌نمود. و پیش خود هم میگونه یک مقطع گذاشته بود که هرگاه برای من امکان دست دهد حتما که همینجا رو آباد میکنم، یک باغ زیبا میسازم، یک موضع استراحتی میسازم. ولی که همین گونه امکانیت برای حافظ خلقی تاجیکستان دوستمراد علی دست نداد. ولی بعد از حیاتی و دوستداران صنعتی، دوستداران هنری او تصمیم گرفتند که همین موضع را آباد کنند و آباد هم کردند و اینجا این پیکره او را گذاشتند. میگویند که دوستمراد علیف در صنعت آوازخوانی رویه خاصه خود را داشت. او محفل‌آرای بزم‌های مردم بود. هر جا که او میرفت مشتاقان ترانه‌هایش سرجم می‌آمدند، سرودهایش را زمزمه می‌کردند. همین مهارت ناتکرار او بود که در سن 28 سالگی برای خدمت‌های شایسته‌اش در رشد صنعت آوازخوانی تاجیک سال 1978 عنوان فخری
حافظ خلقی تاجیکستان را دادند. این عنوان برای هنرمند جوان کم نبود. تئاتر خلقی ناحیه فیض‌آباد آن سالها محض با شرافت نام دوستمراد علیف در سر تا سر کشور شهرت پیدا کرد. جوانان زیادی به او پیروی می‌کردند. یگان موسیقی نو می‌آوردند. مثلا استاد می‌آوردن تو را می‌گرفتن یک چیزی نوی که مثال بیگاه در خانه اول که متن گفته یافته وای کرده است زمزمه میکردن همون سخنها را زمزمه میکردن. بعد ما نوازنده ها میشتیم بعد موافق لیاقت هر کس هر چیز همراه میکرد. یک کس میگوان ای همینجای موسیقی را مثال همین نیم اوجه نخیل نواختن در کار یا که لحظه مایده موسیقی است من این خیلی نواختن در کار همین چیزها را با هم کار کرده. بعد البته فکری همه را گوش میکردن. آمده از سال 79 با استاد همکاری کردیم کار کردیم یک جا و باز با دستور سپارش های همین استاد باز از سری نو من به دانشگاه رفته داخل شدم و آن را با موفقیت ختم کردم و تا قید حیات بودن استاد ما با استاد کار کردیم فعالیت کردیم ایجاد کردیم. داشتن چی رو دوست می‌داشتن؟ چگونه رفتار می‌کردن با همکاران؟ بی‌نهایت شوخ بودن. بی‌نهایت شوخی می‌کردن. سختگیر بودن. یگان کسی اگر همین میرنجاندنم در وقتی کار بعدی کار با از اون کس عذر می‌خواستن. همین خیلی دوی می‌خواستن که همین وقتشون خوش باشد. سرود و موسیقی رو بی‌نهایت دوست می‌داشتن و زیبایی رو بی‌نهایت دوست می‌داشتن. حتی یک لحظه فراموش نمی‌شود که در یک جمع نشستگی بودیم وقتی که استاد سخن می‌کرد از پیش سخنش یک رفیق دیگه مون گپ می‌زد نمی‌ماند که سخنش تمام کرد و استاد بسیار دیدن طاقت نکرد بعد همین کاسه چکر را گرفت همین روش همین خب میکنی گفت یا نه همین لحظه فراموش نمی‌شود. البته شوخی بودی کار. سال 1974 در ناحیه فیض‌آباد مکتب موسیقی بچگانه گشوده شد. دوستمراد علیف بعد ختم دانشکده هنرهای زیبای شهر دوشنبه و خدمت حربی 3 سال در این مکتب به حیث معلم رباب کار کرده است. و ما اولین شاگردان آن کس بودیم که با ما از نازکی های نواختنی رباب با ما درس میگفتن. شاید حاضر مخلصان و هواداران شادران ندونن که اون نه تنها یک آوازخوان بلکه مربی خوب پداگوگ خوب بود. چرا که فرخت جان وقتی که اگر ما خطا میکردیم یکم چیز با گفتش نمیکردیم 2-3 بار میفهموند و مثل دیگر آموزگاران شاید با جهل نمی آمد. برعکس با یک خنده زیبای تبسم زیبای با ما نگاه میکرد که مقصد خطا نوخته استی. علاقه همین تبسم برای ما جنگ رو افاده میکرد گویا. ما زود اصلاح میشدیم، زود خود رو اصلاح میکردیم و تا اون درجه که ما که خور بودیم دستمون تا بالای دسته رباب نمیرسید. در میز رب زدن عذاب میکشیدیم. چند بارها دستی ما رو راست میکرد، انگشتای ما رو راست میکرد که از روز اول نوازنده باید درست داشتن اسباب و دقت کرد. و امروز که من حاضر خود آموزگار مکتب صنعت هستم با نام دوستمراد علیف، همین نصیحت ها همین پند های استاد همه وقت
سرمشق کار خود کردم و شاید امروز آدما نمیدونن که برای چی محض مکتب موسیقی رو با نام دوستمراد علیف ماندن. بعد از مرگ نابهنگام با افتخار 40 سالگی از اون که او در این مکتب کار آغاز کرده بود و مکتب موسیقی رو به نام دوستمراد علیف گذاشتن. حالا عین حال مکتب صنعتی به نام دوستمراد علیف است. میگویند که دوستمراد علیف غیر از حافظ و آهنگساز و آموزگار اصیل بودنش در آفریدن نقش‌های دراموی نیز مهارت به همتا داشت. قریب در همه